ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ, гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор, ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 13. زردشت، پیامبری آیین راستین. مینوی خرد چنین می نگارد: کوشش کن و میان رو باش و نانی بخور که از راه نیک به دست آورده با کار و کوشش خود یافته باشی و پاره از آن نان را برای خدا و نیک و کاران کنار بگذار. این کاری تو بهترین کرداری نیک خواهد بود. هر کسی چیزی خورد که از کار و کوشش خود به دست نآمده باشد، مثل آن است که سری دیگری را به دست گرفته مغز آن را می خورد. باب 2 بندهای 42-49. در دین زردشت هر عملی به اهمیت روزمره انسان ارزش مذهبی دارد. بنابراین مطابق آن کسی که کار می کند، زحمت می کشد، ابتکار و تشبث نشان می دهد، چیزی را کشف و جای را آباد می سازد، در نتیجه مهنت خود نه تنها سطح زندگی مادی خود و اهل خانواده خود را در این جهان بهتر می نماید، بلکه از عزیزان و متبرکان جهانی دیگر شده در صف مشاوران و ایزیدان اهورامزدا قرار می گیرد. وابسته به این، کسی که کار و کوشش می کند خود سرنوشت و تقدیر خود را دیگرگون می سازد. اهورامزدا همه را کاملا آزاد و برابر آفریده، تقدیر و سرنوشت کسی را مقرر نکرده است. خداوند جهانی پرفیض و زیبا را به وجود آورده در اختیار انسان گذاشته است و آن را میدانی از نوسازی و آبادانی مقرر کرده، سرنوشت هر یکی را در اختیار خودش واگذار کرده است. اگر به گاتها به صورت عمیق آشنا شویم، می بینیم که سراسری آن از اصالت مقام انسان و اراده قاطعانه وی در تعیین سرنوشت سخن رفته است. این اراده و اختیار مطلق در طرح‌ریزی و ساختن سرنوشت، پیشگیری از تأثیر تقدیر با اشاره به ضرورت کار و کوشش، جد و جهد بیان کرده شده است. هر کس بیشتر بکوشد، بیشتر فعالیت کند، تشبث نشان دهد، رزق و روزیش فراختر گردیده، کسی که تنبلی و کاهلی کند گرسنه و فقیر خواهد ماند. سرنوشت در پیشانی هیچ کسی رقم نزده است و بای و کمبغل را معین نکرده است. ثروت، بایگری، فراخی معیشت و آسایش هر کس وابسته به کار و کوشش وی است. عامل اساسی ناداری و کمبغلی کسی تنبلی، کاهلی و بیکارگردی او بوده، خواست و اراده خداوند نمی باشد. زردشت در این بابت می گوید: او اهورامزدا را به اندیشه نیک خشنود می کنم
او را که با خواست خویش بهروزی و تیر روزی هر دو را برای ما آفریده است. بشود که مزدا اهورا با شهریاری مینوی خویش ما را نیکوی کار کردن بخشد، تا در پرتو اندیشه نیک و عشا و با نیک آگاهی و پیشرفت مردمان کوشش نماییم. یسنا حاتی 45. طوری ذکر گردید انسان در زندگی و آزادی کامل برخوردار بوده. در انتخاب راه زندگی نیز صاحب اختیار است. این فکر از جانب زردشت در گاتها چنین بیان شده است: ای مزدا، آنگاه که تو در آغاز تن و دین ما را آفریدی و از اندیشه خویش ما را خرد بخشیدی، آنگاه که جان ما را تن پدید آوردی، آنگاه که ما را نیروی کار کردن و گفتاری راهنما ارزانی داشتی، از ما خواستی که هر کس باوری خویش را با آزادی و آزادکامی بپذیرد. یسنا حاتی 31 بندی 11. پس هر کس که خواه دروغ گفتار، خواه راست گفتار، خواه نادان و خواه دانا باشد، از دل و اندیشه خویش صدا می برآورد. یسنا حاتی 31 بندی 12. ای مزدا، آن کس که نیک می اندیشد یا بد، بیگمان دین، گفتار و کردار خود را نیز چنان خواهد کرد و خواهشی او پیروی انتخابی آزادانه وی خواهد بود. یسنا حاتی 48 بندی 4. به عبارت دیگر در گاتها و بخشهای دیگری اویستا زردشت پیروان خود را به از نوسازی جهان دعوت می کند. به عقیده او برای رسیدن به این مقصد سر اول باید جهان معنوی انسان دیگرگون گردد. اندیشه سرچشمه دانش بوده در صورت به دانش معتمد مبدل می گردد که با سخن افاده شود و در عمل تطبیق گردد. یکی از تفاوت‌های کلی دین زردشتیه از دین‌های جهانی معاصر عبارت از آن است که در آن انسان در مقایسه با تمام عنصرهای دیگری جهانی مادی از طرف خداوند آفریده نمی شود. خداوند انسانی نخستین یعنی کیومرث را آفرید، ولی مشاهده نمود که آن مقصد و مرامی که از آفرینش جهان دارد کیومرث عملی کردن نمی تواند. کمبود و نارسایی انسانی آفریده شده که به چشم می خورد، کم حرکتی، کم فعالیتی، بی تشبوسی و محروم بودن کیومرث از حرکت، جد و جهد و کوششی از نوسازی عالم بود. از این رو مطابق نوشته بوندهیشن وقتی که اهریمن به جهان حمله کرد، کیومرث و گاوی نخستین اولین طعمه او گردیدند. چون فلسفه زردشتیه فلسفه از نوسازی جهان است، نظریه پیدایش انسان نیز به آن موافق گردانیده شده است. در اساس یسنای 41 بندی 3، یسنای 9 بندی 1، فرگردی 2 بندی 41 بندی داد، تیشتر 8 بندی 2، مهر 8 بندی 71، فروردین 8
بندی 86-87، بندی 9 و سرچشمه های پهلوی از تخمه‌ای که از کیومرث به زمین افتاد مطابق محیط موجود و در مقابلت با دیوهای اهریمن نهاری دو شاخه به نام ریواج روییده موافق و مناسب شرایط زمین بزرگ شد و دیرتر به مرد و زن مبدل گردید که والدین آدمان امروزه دانسته شدند. آنها از نطفه در زمین روییده به شرایط سخت و طاقت فرسای آن رشد کرده آب و تاب یافته بودند. از این رو آنها از روز اولین مستقلیت خود به مبارزه برای روزی پرداختند. در بندهیشن و سرچشمه های دیگری پهلوی نشان داده شده است که مبارزه برای زندگی آنان را تا چه اندازه هوشیار، دانا، حساس، نیرومند و به یکدیگر پیوست نمود و بعداً نسل‌های آنها در جهان پراکنده شدند. کتاب مقدس گذشتگان ما انسان را همچون موجود معرفی می کند که همیشه در مبارزه و امتحان عالم و آدم است و شخصانی کم حرکت، بی تشبث، کنارگیر، گوشه‌نشین را دوست نمی دارد. انسان باید همیشه در تیغه آزمایش و امتحانات قرار داشته باشد. خواه خوب، خواه بد، راه سیوم وجود ندارد. موافق این تعلیمات انسان باید در همکاری با طبیعت تجربه و دانش اندوخته جهان را برای خود از نو سازد و به زیبایی آن زیبایی نوی علاوه نماید. موافق تعلیمات زردشتیه، اهورامزدا خداوندی بزرگ اول جهان را در شکل معنوی یعنی جهانی فروهرها به وجود آورد. طوری که در فروردینیش و بخشهای دیگر اشاره شده است، هر چیزی که در جهان بود، هست و خواهد بود دارای فروهر می باشد. ولی فزاینده و انکشاف دهنده جهان مادی فروهری فقط آن شخصانی است که در جریان زندگی خود در زمین تجربه و دانش فراوان اندوخته برای آبادی و از نوسازی آن مبارزه بردند و از خود آثار باقی گذاشتند. موافق بسیار سطرهای اویستا و به خصوص فروردینیش، اهورامزدا خداوندی بزرگ جهان را با کمک، راهنمایی و مشورت آنها اداره می کند. مقامی بلندی عالمی فروهرها که یکی از رکنهای عمده دینی مزده اسناست، از اولی آفرینش جهان پایه‌گذاری شده است. در بندهیشن هندی اهورامزدا پس از آفرینش عالمی فروهرها و پیش از به شکل مادی در آوردن جهان به فروشی آدمان مراجعت کرده چنین میگوید: کدام شما را به نظر سودمندتر آید، اینکه شما را به گیتی دهم تا به صورت مادی با دروغ بجنگید و دروغ را نابود کنید و شما را به فرجام درست و بیمرگ سازم و باز به گیتی دیگر همیشه بیمرگ، بی زرمان، بی پیری، جاویدان، بی پتیاره ضرر شوید، یا شما را همیشه از اهریمن حمایت باید کردن. فروهری مردم به مبارزه با اهریمن و به رفتن به گیتی هم داستان شدند.
اهورامزدا پیش از آن که به آدمان تنی مادی بخشد با فروهری ارواح آنها مشورت کرده چنین میگوید: من که به شما شکل مادی میدهم و به جهان مادی روان میکنم، شما حتما مورد حمله اهریمن و دیوان او قرار خواهید گرفت. خداوند برای حل مشکلاتی به وجود آمده دو راه پیشنهاد می کند. کدام از آنها مورد پسندی شما است؟ اول، من اهورامزدا شما را باید تحت حمایت دائمی خود گرفته همیشه از دیوان اهریمن محافظت کنم و دوم، شما همراه من با اهریمن جنگیده دروغ را نابود می کنید و من به شما زندگی با سعادتی ابدی می بخشم. فروهر انسان ها راهی مبارزه با دروغ را پذیرفتند. از این روایت چنین برمی آید که آلت و سلاح اساسی اهورامزدا در از نوسازی جهان انسان است. ب. انسان با پشتیبانی اهورامزدا و تکیه به هوش و خرد خود با تمام مشکلات موجود اهریمن مبارزه برده جهان را نوسازی می کند. در این جا نیز حالتی به مشاهده می رسد که در بالا در مثال کیومرث دیده شد. مقام و مرتبه بلند انسان در اولین وحی خداوندی که هنوز کیومرث دریافت کرده بود معین شده است. چون در دوره او پیروی نبود، دیرتر این وحی را زردوشت دریافت نمود. موافق آن بهترین کاری که فرزندان انسان می توانند بکنند انجام کسبی و تخصصی کارهایی است که به آنها مقرر شده است. فهمیش و درک این مسئله یکی از وظیفه های مهمترین دینی است. به عبارت دیگر، هر کاری را باید شخصی انجام دهد که از آن آگاهی پرره و همه جانبه داشته باشد. وظیفه دینی هر انسان عبارت از آن است که به بهترین وجه ممکن کاری را که از جانب اجتماع به دوش او گذاشته شده است انجام دهد. هر عملی روزمره آدم ارزش دینی مخصوصی دارد و بخشی از آیین مزد یسنا را تشکیل می دهد. از روی وجدان و صمیمیت انجام دادن این کارها باز نوسازی جهان و تجدید حیات کمک می کند. هر کسی در تجدید حیات و از نوسازی جهان در صورت حصه گذار است که اگر کارهای هر روزه خود در خانه و وظیفه واگذاشته اجتماعی را خوش صفت و بی عیب و نقص اجرا نماید. اگر شخص وظیفه امروزه خود را نسبت به دیروز و وظیفه فردا را نسبت به امروز بهتر و خوبتر انجام می دهد، فری او بیشتر شده می رود. موافق مندرجات اویستا هر دوره نیاز، مشکلات و پرابلم هایی به خود خاصی ایجاد می کند که باید با آنها مبارزه شود. هر انسان در باطنش دروغ خاص خود را دارد که همیشه باید با آن مبارزه نماید. درباره 3 لوحه‌ای که در بالا آورده شد قید کردن لازم است که اولا زردشتیه جهانی مادی و جهانی معنوی را از هم جدا نکرده یکی را تکمیل دهنده دیگری می داند و جهانی معنوی انسان را در مقام اول قرار داده آن را سرچشمه انکشاف و پیشرفت معرفی می کند. دوم،
اهورامزدا به انسان اختیار و استقلال بخشیده، وی را ادامه دهنده خود در آبادی و از نوسازی جهان انتخاب کرده است. سیوم، انسان موجودی کاملا مستقلی می باشد که به راهنمایی و نشاندادی کسی محتاج نیست. هر عملی او مطابق شرایط موجود نسبت به ضرورت صورت گرفته، همین ضرورت سرچشمه دانش نو و معرفت جهان می گردد. کیومرث انسانی بود که مهارت و استعدادی جهان کشایی نداشت. به اهورامزدا خداوند بزرگ انسانی لازم بود که فقط به خود تکیه کند، اعتماد به دانش خود، به مهارت و استعداد خود داشته باشد. انسانی لازم بود که در مشکل ترین فرصت، زمانی که با بنبست روبرو می گردد، در اساس تکیه به خیرت، دانش و آگاهی خود از آن ورطه خودش را رهایی دهد. به او انسانی لازم بود که جان فدا و مبارز آبادی و از نوسازی جهان باشد. مشیه و مشیانه محض در شرایط حمله شدید اهریمن در محیط رویده به کمال رسیدند که زمین پر از حشرات مضر و حیوانات درنده بود. چهارم، کار و عمل، تجربه و دانش در جریان زندگی اندوخته انسانی از نوسازنده و آباد کننده با مرگ او از میان نمی رود. آبادی و بنیادکاری او همچون زینه من بعده انکشاف نسل دیگر خدمت کرده، فروخری او در از نوسازی جهان به اهورامزدا کمک و همکاری خواهد کرد. علم سینرژیتیک در اولی عصر گذشته به وجود آمد. آن تاکید می کند که نه تنها محیط، طبیعت و زمین موافق قانونهای خود را تشکل می دهد، موافق می گرداند، اصلاح می کند، بلکه روند خود تشکیل کنید در سراسر جهان ادامه دارد. ظاهراً روند تشکیل خود به خودی، اصلاح خود به خودی که در اثر سینتزی جهانی مادی و معنوی به عمل می آید، خاصیت عمومی پیدا کرده تمام عنصرهای طبیعت را در بر می گیرد و به انسان نیز دخل می کند. پنجم، آبادی و از نوسازی جهانی نو به وسیله دانش و تجربه‌ای که توأم با صداقت، صمیمیت و وجدان باشد صورت گرفته می تواند. انسانی که فارغ از دانش است دریغون است و در جهان تغییری مثبت وارد کرده نمی تواند. کاسب، متخصص، کارگر، کارشناس اگر کوشا، وظیفه شناس، نوآور و اختراعکار باشند، وظیفه اجتماعی خود را با صداقت و محبت فراوان انجام دهند، وظیفه مذهبی خود را انجام داده پیروی کامل حقوق دین حساب می شوند. فداکاری، صداقت، صمیمیت کسبی فر انسان را افزون می گرداند. به عبارت دیگر، هر کاری که با صداقت و صمیمیت انجام می گیرد جهان را آباد می گرداند. هر کاری را باید شخصی انجام دهد که آن را نسبت به دیگران بهتر می داند. از گفته های بالا چنین خلاصه کردن ممکن است که در برهم دادن جهانبینی اساطیری و در ردیف اول قرار دادن پرابلم انسان و جهان او فلسفه یونان قدیم مقدم نبوده، این مسئله ها باری نخست و به طوری همه جانبه
از جانب دینی یکتا پرستی زردوشت و کتاب مقدس آن اوستا گذاشته شد. بزرگی فلسفه یونان قدیم از آن عبارت است که نکات عمده تعلیمات اوستا را از خود کرده و آنها جنبه عملی داد و آن را در اختیار فلسفه جهان گذاشت. سراسری اوستا که کتاب مقدسی نیاگانی پیش از اسلامی ما می باشد، ترنم زندگی شرافتمندانه، تبلیغ راستی و درستی، ترویج کار و زحمت است. زردوشت در بسیار بندهای گاتها خصلت‌های اهورامزدا خداوند بزرگ و توانا را برای پیروی همچون نمونه توصیه می دهد. خصلت یا مظهرهای اهورامزدا امشاسپندان و ایزیدان او می باشند. اهورامزدا جهان را به وسیله امشاسپندان و ایزیدان خود اداره می کند. امشاسپندان همکاران و یاوران نزدیکترین خداوند بوده 6 نفرند و هر یکی در حدود صلاحیت و ساحه فعالیت خود در اداره و آفرینش جهان معنوی با اهورامزدا همکاری می کنند. پلوتارخ از 6 امشاسپندی آیین مزدیسنا نام برده وجود آنان را از 2 جهت مورد تفسیر قرار می دهد. در عالم روحانی هر یکی از آنان مظهر و نموداری یکی از صفتهای اهورامزدا می باشد. در جهان مادی باشد نگاهداری، نگهبانی و پرورش یکی از عنصرها و پدیده ها به آنها سپرده شده است. اولین آنها بهمن، نموداری اندیشه نیک و مقدس و خرد و دانایی اهورامزدا بوده، در جهان مادی سرپرستی تمام جانوران سودمند و چارپایان به او واگذار شده است. اردیبهشت نماینده راستی و درستی هرمزد است و در عالم جسمانی نگهبان آتش است. شهریور جلوگاه پادشاهی و توانایی آفریدگار است و در جهان فانی پرستاری فلزات با اوست. اسفندارمز نمایانگاه فروتنی، صداقت و مهر و محبت مزداست و در این جهان باروری و پرورش زمین به او محول شده است. خرداد و امرداد امشاسپندانی هستند که نمایندگان جاویدانی و کمال و رسایی اهورامزدا بوده، در عالم مادی نگهبانی آب و پرورش گیاهان به آنان واگذار شده است. و علاوه در اوستا از تعداد فراوان ایزیدان نام برده شده است که از لحاظ درجه نسبت به امشاسپندان در مرتبه پایانتری قرار دارند. در یسنای 16 هپتنیشتی بزرگ و کوچک از امشاسپندان سخن رفته، در خورشید یشت از صدها و هزاران ایزیدان مینوی صحبت می شود. شما گفتار 13 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.